حضرت عمر میگوید فقلت لا اسبقه ابدا، من گفتم، اعتراف کردم که هرگز به ابوبکر مسابقه کرده نمیتوانم، او را گذشته نمیتوانم. دیدید دوستان عزیز، در چه میدانی آنها مسابقه میکردند و چگونه مسابقه میکردند؟ در خانه بهتر ساختن نه، در شتری قیمتتری زیباتر خریدن نه، در ردای گرانبهاتر داشتن نه، در انفاق در راه خدا، در اینکه بیشتر کدامشان میدهد نه اینکه بیشتر کدامشان میگیرد. در گرفتن مسابقه نمیکنند، بلکه در عطا کردن، در دادن، در بذل نمودن مسابقه دارند. مسابقه آنان در این است که کدامشان زودتر و به صورت بهتر نزد خداوند میرسد. مسابقه آنها در میدان آخرت است، نه در میدان دنیا. دانستند که عمر قیمتتر از این است که پشتی زر و زیور دنیا صرف کرده شود، پشتی تحسین مردم عمر عزیز را سپری کرده شود. دانستند که چیز قیمتتری هست که عمر باید صرف آن شود که آخرت نام دارد، رضای خداوند نام دارد.